دویم نفری را که پیامبر پیشکی گفت اینا داخل جنتن، برادر عزیز کی بوده؟ زنی که شوهر از او راضی است. ولی حضرت انس حدیثی را میاره، جناب امام طبرانی در کتابش میگه که پیامبر گفت که الا اخبرکم به اهل جنه. عجایب سخنهای شیرین میگو حضرت، میگو بگومتون که مردکای جنتی کیان؟ قلنا بله یا رسول الله. گفتیم بله حضرت کیان؟ گفت النبی فی الجنه. حضرت خودش اشاره کرد گفت پیامبرتون در جنت است. بعد از آن میگه حضرت ابوبکر در پهلوش بود گفت و صدیق فی الجنه. ابوبکر گفت در جنت است. بعد از آن گفت و رجل لا یزور اخاه الا لله فی الجنه. کسی برادر مسلمان شد به خاطر خدا زیارت بروه و هم در جنت است. بعد گفت الا اخبرکم بنسائکم فی الجنه. بگومتون که زنای جنتی کیا؟ قلنا بله. گفتیم بله حضرت. گفت ولود ودود. یکم زنهایی که زایندن میزایند. برادر عزیز این مراد از این اون نیست که زنهایی هستن که نازایندن، زنهایی هستن که نمیزایند. این معنی را ندارد که اینها جنتی نیستند، ولی از باب فضایل زنهایی که میزایند، البته اینها چه خیلی که آدمی است که حاضر نماز تهجد داره یا آدم نداره یا فرق میکنه. یک خواهری هست که لباس اسلامی شریعه میکنه، یک خواهری هست که همین 70% تنش مثال عریان میگرده، یا برابر نیستن کو. یعنی برتری هست، برتری زن میزایدگی ای زن نازاینده در قیمت قدر با بلندتر است. گفت یکم دو ودود، زنکی که مردک دوست بدارن. ولی من با تاریخی هم تاریخ سوال گاگا میگم، مردم شوخی باری قبول میکنن، لیکن گفتم خیلی ها برای بپرسید. همین از مثال یک برای پرسیدن پیامبر میگه که زنی که شوهرش دوست بداره جنتی است. شما یک بپرسید که زنک ای همه چرا بسیار دوست میداری که چی میگه؟ برای چی؟ برای چی نمیگه که مردک تره؟ برای برادر عزیز از تعلیمات دین دور شدن. ایجا هم برادر عزیز اهمیت دادن در کار. زنها که تعلیمات دین دور شدن، اگر بگوید ای همه چرا بسیار دوست میداری، خیلی الله دانای او چی میگه. لیکن اگه گمانی ما همه که هیچ وقت نامی تره نمیگیرن. نمیگه که مردک تره، میگه یکون میگه او، لیکن نمیگه مردک تره دوست میدارم. برای برادر عزیز من علت چه میگم که اینها ای تعلیمات دین دور شدن، اینها ای خداشناسی دور شدن، اینها همین این صحبتی که ما و شما داریم اینها ندارن یورن. از همه جهت محدود که هستن برادر عزیز، از کجا در ذهن یا اسخانها بیاید؟ یا کتاب نمیخونن، تلویزیون ماندگی هیچ وقت کتابم که برای کتاب نمیخونن. سیم چی گفت پیامبر؟ کدام زن؟ گفت اذا غضبت او اسیه الیها او غضب زوجها. ولی ببین چه عجیب یک کاری را حضرت بیان کرد که اگه اینش در ما گارانتی میتونم که درمان نیستی، اینش در ما گارانتی میتونم. گفت وقتی مرد در بیرون در یک حالت ناگوار قرار داره، خیلی بیرونده یک کارنامه چید، یک گپت با یک کس مقصد خوب نشید، یک قهر ملالی در تو هست، با همین خیلی حالت تو برادر عزیز خانه آمدی، در زده شید، در کشاده شید. پیامبر میگه وقتی زنی که اکو جنتی گفتیسته، یکم گفت زایندش، دیمش که شوهر دوست میدارد، سیمش کسی که مردک که میبینه همین در چهره آدم برادر عزیز همش نمایانه، همین آدم غم داره یا شادی همون چهرت میگه وقتی دید مردک که حالتش حالت ناگواره، همین مردک
در یگان کار مقصد مبتلا ای. انا که زنی جنتی چیکار میکنه؟ میگه که انا زنی جنتی میگه در حال میگه هذه یدی فی یدی لا اکتحل بغمز حتی ترضا. میگه در حال وقتی که میبینه زنای جنتی میگه دیگه خیلی در دست مردک میگیره، دست در دستش میتن، دستکش میقبه. مردک مقصد میبینید که ناراحتی، میبینید که خیلی غم داری. چی غم داری؟ التماست میکنه مردک همین چیزی بود نبود خب همون بیرونده بگذار. اگر به خدا مردک چهره در تبسم پیدا نکنی لا اکتحل بغمزین، من امشب خواب نمیکنم. همین سخنها را بگه، همین زنان داخلی جنت. این شما برادرای عزیز اکل ایرا در زن امروزا مقایسه کنید. همین بدرام تری اولاد دا بالای سوختن مکاو میشود. بالای سوختن مکاو میشود. برای چی برادرها بین تعلیمات دینی ما را بین؟ همین است که ما قصای زنها را میخوانیم. اینا ای حدیثای پیامبر برخوردار بودن که مردکاشون از پشتشون اینقدر دعای نیکشون میدادن، یا زنها مقصد برفتن مردا اینقدر غمدار میشیدن. دویم برادرای عزیز نفری را که پیامبر قبلا بشارتی به جنت میده کی بوده است؟ زنی که شوهر از او راضیه. سیوم والمتصدقه بمهرها علی زوجها. سیوم نفری زنی که مهرش در عوضی اخلاق توفیق مردک میبخشد. وقتی خواستگار میاد دخترک میپرسد چه خیلی بچه همی؟ میگن که حافظ قرآن هست. میگن 5 وقت نمازشو میخونه. تا این رو در دست یگان زنی بیگانه را نداشته. الحمدلله قرآن خوانه، الحمدلله مقصد اخلاق زیبا داره. بعد دخترک میگه که اگر همین آدم که حافظ قرآن باشه، همین آدم که مردک حلال باشه، من مهرم در عوض اون بخشیدم، من در هیچ مبلغ در کار نیست. همین زن میگه در جنت. قصه جلیبی بای میگه پیامبر آمد. جلیبی بسیار آدم کمبغل بود. حضرت عمر میگم خیلی حدیدش گو جلیبی زن نمیگیری در مسجد که جلیبی میگه آدم کمبغل. بعد گو حضرت گفت من مرا کی زن میتگو، من آدم کمبغلم. گفت حضرت میگه تبسم کرده گذشت. پگاه دیدش گو جلیبی زن نمیگیری. گو حضرت من نه خانه دارم، خانم نه مسجده، بالیشتم گو نمی دستکامه، همین را میمونم خواب میکنم، من را کی زن میته؟ میگه روزی سیوم گو جلیبی انا خانه فلان آدم میره، خواستگاری میکنی دخترشو برای خودت. جلیبی میگه گو حضرت او فلانی کجا من کجا؟ او یک آدمی بسیار آدمی با نفوذه، او من دختر نمیته. گفت جلیبی برای به خواستگاری بره. میگه وقتی جلیبی خانه اومد، سخن پیامبر برادر عزیز، وقتی آمد میگه داخلی خانه شید، در تق کرد، در آمد، دیدن حیران شدن، گفتن انا حیران نشین، من پیامبر روان کرده است برای خواستگاری دختر شما. میگه پدری میگه دختر گفت انا حرفات هرچی رفتیسته، حرفات هرچی رفتیسته. گفت نه پیامبر مرا روان کرد. من گفتم که آخی مقصد من لایق به این دربار شما هم نیستم، مرا شما نمیتین، لیکن حضرت روان کرد. میگه همین حرفا من قطعی پدرش هم خیال بود که از داخل ای پشت پرده میگه صدای دختر بلند شد. گفت صدا زده پدر تو گوش کرده است ای گپی مردک کی روان کرده؟ گپ در سری به کمبغلی و ناداری نرفته، اینا پیامبر روان کرده است. من جان و فدای پیامبر، من مقصد هر چیزی که باشد همه را بخشیدم. بیار جلیبی نفراتا بیار، مقصد من راضیم.
من راضیم. ولی یک قصه خواندم یه روز در همین فیسبوک در شدم یه روز همین را خواندم در ایوردانیا یک بچه قطعی یک دخترک هر دوش در بگیم مدینیستود میخونده یم. بعدا بچه در همین دختر قبول شده است. میه پیش پدر دختر میگه که همین دختر شما من در معقولو من میخوام همین را بزنی بگیرم. همین را مهرش میگفتین دو دولتو برادرو مهر بسیار گرانی بدای بسیار قیمت ایزد. بعد میگه مرده گشت و گفت که پدرش گفت مهر دختری من از روی انصاف، لیکن از روی انصاف 100,000 بار با پیامبر نازنین صلوات میفرستی حساب کرده کی بود کردی بیا دختر ما در نکاح میدارم. 100,000 بار با پیامبر نازنین صلوات بفرست کی بود کردی بیا دختر من تیار. برادرای عزیز این همه ایمان های، همه توفیق های، همه اسلام های. این آدم ها در این روحیه ها برادر عزیز تربیه میکنن. در این روحیات مثال از او خیل خواهره که او مثال در دست او میته، این خیل پدره که عاشق مثال صلوات پیامبر، البته ای او فرزندای خیلی خیلی بغیرت به دنیا می آید. چهارم آدم میره که پیامبر نازنین گفت اینها را ما قبلا مقصد اگر علم غیب پیش میشید بشارت به جنت میدم. گفت که و رضا عنه ابوا، کسی را که پدر و مادرش ای رضا باشه. کسی را پدر و مادرش از او رضا باشه، این را هم من گفت پیشکی بشارت میتونم که این هم داخل جنته. خوش به حال برادرایی که پدر و مادراتون ای شما اگر راضی بودن و مردن یا باشن از شما راضی هم. پنجم نفری را که پیامبر قبلا گفت و تائب من الذنب، کسی که توبه از گناه میکنه. گناه هایی که کردیم برادر عزیز، لغزش هایی که کردیم، خطاهایی که کردیم، خب رو به قبله میشینیم بالای جای نماز دو، خب او معصیت هایی را که با خیلی وقتی خوش کردیم، با خنده کردیم، بسیار گوییم با یک وقتی خوش کردیم، گردنک کج میگیریم پیش الله مهربان و از خدای مهربان خواهش میکنیم که الله مهربان حقیقتا ما یک زمان بسیار بنده بدبختی تو بودیم. امروز خدای مهربان مقصد ما برای توبه کردن اومدیم. الله مهربان گناهایی که کردم، خطاهایی کردم، اگرچه بسیارشا فراموش کردم، لیکن همش نزد تو محفوظن، همش نزد تو عیانن. خدای امور را از من بخش، خدای امور را از من مغفرت کن. ببینید یک او مولوی دارد میگه ای موی سفید کرده ای نام سیاه، یک چند گریخته ایزی درگاه خدا. حق میگوید مرا کرم بسیار است، ناامید مشو بنده بیا عذر میخوام. یعنی کرمم بسیاره، بیا عذر خواهی کن، من ترا مقصد به بندگیت قبول دارم. من گناهایی که کردی اگر توبت صدقم باشه همه شبا با حسنات مبدل میکنم. این 5 نفر برادران عزیز و گرامی پیامبر نازنین گفته بود است که اگر علم غیب میشد من اینها را قبلا بشارت به جنت